در این ویدیو با رازهای جی تی سان اندرس یا رازهای جی تی سان اندرس در خدمتتون هستیم. لطفاً چنل ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید تا ویدیو بعدی ما به دست شما برسه. در واقع در این ویدیو با رازهای جی تی سان اندرس در خدمتتون هستیم، ولی این فقط یه دونه راز هست و روش به دست آوردن لباس پلیس در جی تی سان اندرس هست و میریم به بررسیش. و به حسین بک گیمینگ هم خوش اومد، یا حسین گیمینگ بک خوش اومد. میریم سراغ بررسی اون که چطوری لباس پلیس در جی تی سان اندرس رو به دست بیاریم. خب دوستان، روش به دست آوردن لباس پلیس در جی تی سان اندرس در این روستا هست، در شهر لاس وگاس. در این روستا خب میریم سراغ بررسیش. دوستان، اگه میخواین لباس پلیس به دست بیاریم، شما باید بیاین در این روستا و به این قسمت اینجا یه دونه کلانتری نوشته و اینجا یه دونه زن وایستاده که شما باش حرف میزنید و با اون دوست میشید. و وقتی شما با اون دوست شدید بهتون شماره میده و میگه که بیاید دنبالش. خب وقتی که رفتید دنبالش، ببینید شما باید یه کاری کنید که اون خوشحال شه. سلام خوشگله. مثلا الان نوشته که فان. ببینید فان، شما باید برید مثلا باش دور بزنید، برید باش دور بزنید، باش برید دور بزنید توی خیابون ها، مثلا با سرعت ملایم به این شکل. در واقع نباید خلاف کنید، نه که تو خط خلاف برید، یعنی این بری برید ناراحت میشه و دقیقاً طبق قانون دور بزنید تا اون پرش. این در واقع وقتی که خیلی شما اونو سوار کرده باشید، برده باشید، دور زده باشید، بیرون رفته باشید، این برای شما باز میکنه. خب و یه دونه گل هم اینجا هست که میتونید بهش بدید. اینجا این گل. خب دوستان، این گل بهش میدید و خودتون میدونید چی شد. خب و اون گل بهش میدید و اون خوشحال میشه. حالا بعضی وقتا میگه که منو ببر بیرون، شما اونو میبریدش اینجا، یه دونه بستنی فروشی هست، این قسمت برای شما باز میشه. بستنی فروشیه وقتی که اون آوردید بیرون و اون خوشحال میشه. همین کار رو که پشت سر هم انجام بدید. وقتی که خوشحالیش پر بشه، یعنی وقتی اینو پیاده میکنید، درصد خوشحالیش میزنه. الان ببینید منو دعوت میکنید خونه، من وای رو میزنم. سلام، چطوری؟ خب میرم توی خونه و قهوه میخورم. خب دوستان، درصد بالا زد، نوشته که progress with باربارا. الان مال من پره. مال شما وقتی که پر بشه اسمش باربارا هست. مال شما وقتی که پر بشه یه دونه لباس پلیس در خونتون باز میشه. در واقع داخل خونتون توی قسمت لباس ها که برید یه دونه لباس پلیس هست در قسمت اسپیشال کاپ. ببینید لباس پلیس برای من باز شد. خب دوستان، این هم روش به دست آوردن لباس پلیس بود. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه.
اگه خوشتون اومد لایک کنین و کانال ما رو سابسکرایب کنین و اون زنگوله رو بزنین تا ویدیو بعدی ما به دست شما برسه. با این کار از ما حمایت میکنین. تا ویدیو بعدی دوستان، خدا نگهدار.